دوستان عزیز، عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید هر کجایی که تشریف دارید. الکس خانی هستم با یک برنامه ویدئویی کوتاه یوتیوب مجددا در خدمتتون هستم. امیدوارم که خوب و خوش باشید هر کجایی که هستید. در کانال یوتیوبی که دارم معمولا مسائلی که به چالش میکشم و در موردش صحبت میکنم مسائل مربوط به مهاجرت، پناهندگی، زندگی در غربت، ولی خب یک سری مواقع سعی میکنم مسائل مربوط به روانشناسی و آسیب‌های اجتماعی و مسائلی که در جامعه ما ایرانیان و فارسی زبانان خصوصا ایرانیان وجود داره رو اینجا بیان کنم، چون معتقدم که بیان مشکل یک قسمت عظیمی از قضیه است و ما تا موقعی که به قول معروف مشکل رو نشناسیم، مشکل رو ندونیم، نمیتونیم دنبال راه حل یا سلوشن درستی برای بحث این مشکل و مسئله‌مون باشیم. یکی از مسائل بسیار بسیار مهمی در این 18 سال، حدود تقریبا 20 سال داره میشه الان. من از حدود 2005 از ایران زدم بیرون، کشورهای مختلفی زندگی کردم، در مالزی بودم، ایتالیا، آلمان و جای دیگه. الان در حال حاضر در فرانسه هستم. یونان بودم، ترکیه بودم، دبی بودم، اندونزی، سنگاپور. و در این تقریبا 20 سال گذشته که با مسائل و تجربیات بسیار بسیار مختلفی در زمینه چه بحث مهاجرت و چه زندگی در غربت یا مسائل دیگه مواجه بودم، هم تجربیات بسیار بسیار مثبت و زیبا داشتم و هم تجربیات منفی و تلخ. یعنی یکی از مسائلی که احساس میکنم باید در موردش صحبت کنی و میتونه به ما درسای بسیار زیادی رو بده، تجربیات منفی که ما در زندگیمون داشتیم. چه تجربیات منفی که خودمون در زندگی داشتیم و چه تجربیات منفی که از دیگران داشتن و ما شنیده ایم یا برای ما گفتن و اکسپریانس اونا میتونه به ما درسای بسیار بسیار مهمی رو در زندگی یاد بده که دنبال اون تجربیات نریم و سعی کنیم از اون مسائل دوری کنیم. یکی از مسائل بسیار مهمی که من دیدم همیشه باعث شکست و گرفتاری انسان ها شده، دچار عذاب شدن، دچار بدبختی شدن، گرفتاری شدن. هم انسان ها هم ملت هایی بودن که از این خصلت ها پیروی کردن و باعث حالا یا شکست یا انحلال یا عدم موفقیت این جوامع شدن. یکی از مسائل بسیار 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 مهمی رو که من دیدم و هنوزم دارم میبینم، حتی در بحث پناهندگی خیلی ها به من پیام میدن و بعد میبینم این شاخص رو دارن، یعنی دقیقا همین چیزی رو که من دارم میگم رو اصلا درشون حس میکنم و باعث شکست و مشکلشون میشه. یک فنومن و یک پدیده‌ای هست به نام من همه چیز را بلدم. I know everything. من همه چیز را بلدم. این فنومن و این پدیده چیه؟ ببینید، متاسفانه به خاطر بک‌گراند بسیار غلط فرهنگی که ما در جامعهمون داریم و مسائل، حالا این در پشت زمینه مذهبی ماست، این مسئله هم در پشت زمینه و بک‌گراند کالچرال و فرهنگی ماست و هم مذهبی و اصلا قراقاتی شده. به خاطر فرهنگ غلطی که داریم، به خاطر مذهب غلطی که داریم، به خاطر شناخت بسیار غلطی که از مسائل مذهبی داریم، عادتهای بسیار بسیار زشت و نادرست و غلط رو، اصلا عادتهایی که باعث بدبختی و فلاکت انسان میشن در جامعه ما ایرانی‌ها وجود داره که نمیخوایم بپذیریم و اصلا نمیخوایم بپذیریم که اینا مشکل ساز هستن و به همین خاطر اینا همیشه باعث مشکل میشن. همون جوری که گفتم یکی از مسائل بسیار بسیار منفی که باعث شکست و بدبختی انسان ها میشه، ببین شما وقتی یک انسان رو شکست بخوره باعث میشه که چند انسان دیگه در اطراف اون باز شکست بخورن. همین که ادامه پیدا کنه باعث میشه یک جامعه، یک کامیونیتی، یک جامعه، یک سوسایتی
شکست بخوره، به مشکل بر بخوره. اینه که اشخاص میگن I know everything، من همه چیز رو میدونم. ببینید دوستان چجوریه. من بارها افرادی رو دیدم که به عنوان مثلا چون من دارم در مورد بحث مهاجرت حرف میزنم، سعی میکنم مثال هم در زمینه مسائل مربوط به مهاجرت باشه. بارها افرادی رو دیدم که اینا به عنوان مثال هیچ گونه تجربه مهاجرتی در زندگیشون نداشتن. یعنی حتی در داخل ایران مثلا از اصفهان به تهران هم مهاجرت نکردن، یا از جنوب کشور به شمال کشور، یا بالعکس. و بماند از اینکه مهاجرت به خارج از کشور یا کشورهای دیگه، هیچ گونه تجربه مهاجرتی در زندگیشون نداشتن. هیچ شخص نزدیکی نداشتن که مهاجرت کرده، مثلا برادری، پسر عمویی، پسر خاله‌ای، شخص بسیار بسیار نزدیکی که بتونن از اون اطلاعات رو بگیرن. و یک سری اطلاعات بسیار بسیار کلی رو از فضای اینترنت، که فضای اینترنت همه چیز توش پیدا میشه، هم مسائل مثبت توش پیدا میشه و هم مسائل منفی. یه سری اطلاعات به قول معروف خیلی کلی رو اینا به قول معروف پیدا کردن و احساس میکنن که همه چیز رو بلدن. و خدمت شما عرض شود اصلاً تلاشی برای پرسیدن، به دست آوردن اطلاعات درست و جستجو و کنکاش برای اینکه اثبات کنن، به این قضیه برسن، به این اثبات برسن آیا اطلاعاتی رو که بلد هستن یا میدونن یا شنیدن واقعی هست، درست هست، مناسب هست یا خیر. متاسفانه این در فرهنگ خیلی از کشورهای جهان، حالا ما اینجا داریم در مورد فرهنگ ایرانی و فارسی زبان صحبت میکنیم، متاسفانه در فرهنگ ما هم وجود داره که شخص به عنوان مثال کاری رو انجام نداده، مسئله رو انجام نداده و خدمت شما عرض شود احساس میکنه که همه چیز رو بلده. مثلا اشخاصی هستن تا الان هیچ مهاجرت نکردن، شخصی هم نداشتن از نزدیکانشون که مهاجرت کرده باشه و بعد به عنوان مثال به اروپا میان، به انگلیس میرن، به آلمان میرن، یه اشتباهی رو انجام میدن. چرا؟ چون اطلاعاتی رو که خودشون داشتن بدون بررسی، بدون کنکاش کردن، بدون پرسجو، بدون اینکه برن از 4 نفر بپرسن، فهم میکردن اطلاعات درستی، رفتن بر اون اساس رفتن جلو و متاسفانه به مشکل برخوردن و الان دچار مشکل شدن. و یک مسئله دیگر وجود داره. ببینید دوستان، در فضای مهاجرت بعضی از مشکلات و مسائل رو به سختی میشه جبران کرد یا اصلا نمیشه جبران کرد. ببین شما وقتی مهاجرت میکنید، خصوصا وقتی به خارج از کشور، به یک کشور و از جامعه جدید مهاجرت میکنید، با یک فضای بسیار بسیار بیگانه و عجیب غریب جدیدی روبرو میشید. این فضا یک زبان جدید داره، یک مذهب جدید داره، مردمانی از جنس دیگری دارن، فرهنگ دیگری داره، غذاهای متفاوت تری داره، حتی در بعضی مواقع نمیدونم سیستم رانندگی متفاوتی داره. ببینید این تفاوت جامعه جدید با جامعه شما میتونه شاخه‌های بسیار بسیار زیادی رو در بر بگیره و این تفاوت باعث میشه که اگر شما احیانا اشتباهی مرتکب بشید، چون قوانین اونجا رو بلد نیستید، مسائل اونجا رو بلد نیستید، ممکنه این اشتباه، خصوصا در فضای پناهندگی، ممکنه این اشتباه پیامدهای بسیار بسیار ناگواری داشته باشه که این پیامدها یا برای حلش، برای اینکه از بین بره، برای اینکه اون قضیه صاف بشه، از بین بره، سالیان سال و زمان بسیار زیادی زمان لازم داره، یا اینکه اصلا قابل از بین رفتن نیست و یک درد، رنج، مشکل، مسئله‌ای برای شما به وجود میاد که متاسفانه این قضیه تا همیشه برای شما، در کنار شما، در درون شما خواهد ماند. علتش چی بوده؟ علتش این بوده که شخص فکر کرده همه چیزو بلده. از این غرور شخصیتی متاسفانه که در وجود ما وجود داره. فروتنی علمی. ببین متاسفانه در جامعه ما فروتنی علمی، یعنی این که شما بگید
من در مورد این موضوع بلد نیستم، من در مورد این موضوع اطلاعاتی ندارم، من در مورد این موضوع اطلاعاتم بسیار بسیار ضعیفه و نیاز به کمک دارم، نیاز دارم که یک نفر در مورد این قضیه به من کمک کنه، یا یک نفر، یک تیم، یا در اینترنت برم دنبالش بگردم، دنبال این قضیه کنکاش کنم. متاسفانه این فروتنی که وجود نداره، این باعث میشه که شخص دچار مسائل و مشکلاتی بشه. و بعد خیلی یه مسئله جالب دیگه که تو این قضیه وجود داره اینه که ما معمولاً طبیعت و نیچر انسان، خصوصا ایرانی ها موقعی که به مشکلی برمیخورن، به عنوان مثال در تجربه مهاجرت و خارج از کشور، حاضرن تمام اشخاص رو، همه رو مقصر بدونن الا خودشون رو. جامعه مقصر بود، به خاطر آخوندا این مسئله سر بلا سر من اومد، به خاطر ایران بود، به خاطر پلیس نژاد پرست مثلا آلمان بود، به خاطر نمیدونم این بود که بابای منو زد، به خاطر فلان کرد. تمام مسائل و تمام فاکتورها و آپشنایی رو که وجود داره حاضرن متهم کنن، ولی برای یک لحظه حاضر نیستن بگن این مشکل شاید از طرف من بوده، شاید مقصر من بودم که به عنوان مثال نرفتم از یه شخصی، از یه جامعه‌ای، از یه وبسایتی، از یه تیمی، از یه سازمانی من بپرسم. به عنوان مثال من میخوام آلمان برم، آیا آلمان گزینه مناسبی با توجه به شرایط من، با توجه به مسئله من، با توجه به زندگی من، با توجه به خصلت‌های من، با توجه به کیس من، با توجه به میزان پولی که دارم، با توجه به میزان دانشی که دارم، به عنوان مثال آیا آلمان گزینه مناسبی برای من هست یا خیر؟ متوجه هستید؟ متاسفانه یکی حماقته و در بیشتر مواقع غرور شخصیتی که طرف فکر میکنه همه چیز رو بلد است، همه چیز رو بلده و حاضر نیست هیچ حرکتی انجام بده که بره دنبال اطلاعات و دانش بره. این فنومن رو من اسمش رو گذاشتم فنومن من همه چیز را میدانم. I know everything. من همه چیز را میدانم. I know everything. و متاسفانه این فنومن در بسیاری از ما وجود داره، بدون اینکه اصلا حواسمون باشه، بدون اینکه اصلا بهش توجه کنیم، بدون اینکه اصلا درکش کنیم، این وجود داره. با توجه به تمام امکاناتی که الان در فضای اینترنت و فضای مجازی و خیلی جای دیگه وجود داره، با توجه به این کامپیوتر، به این اسمارت فونی که ما داریم، به این تلفنی که ما داریم که میتونیم به قول معروف بریم با این اینترنت رایگانی که داریم، خیلی از جاها الان به عنوان مثال در اروپا وای فای رایگان هم هست و میتونیم و بریم اطلاعات رو جمع آوری کنیم، ولی حاضر نیستیم دنبال اطلاعات بریم. این قضیه یه چالنجیه، یه مشکلیه که فکر میکنیم همه چیز رو بلدیم. نه اینکه از پرسیدن هراس داریم یا انزایتی و تشنج داریم. حالا بعضیا هستن مثلا دوست ندارن بپرسن، ولی بسیاری از ماها یک غروری داریم که فکر میکنیم من همه چیز رو بلدم، اگر من چیزی رو برم از کسی دیگه بپرسم از من کم میشه، از من پایین میام، من مشکل برام ایجاد میشه. این مسئله یک مسئله بسیار بسیار عظیمیه که به قول معروف گفتم امروز در این ویدیوی بسیار کوتاه اینو بیان کنم. امیدوارم که دنبال اطلاعات باشیم. اگر پروژه بسیار بسیار مهم و سنگینی مانند مهاجرت داریم و از کنکاش برای اطلاعات اصلا غافل نشیم و خدمت شما عرض شود بتونیم با اطلاعات، با فروتنی، با پرسجو، با تحقیقات بهترین راه، بهترین سولوشن و بهترین راه حل رو برای مسئله‌ای که داریم انتخاب کنیم. بهترین راه مهاجرت، بهترین کشور، بهترین مکان، بهترین دوست، بهترین شغل، بهترین دوست پسر، بهترین دوست دختر رو تا اونجایی که میتونیم بهترین ها رو بریم انتخاب کنیم که زندگی ما مجموعه از این انتخاب هاست و این انتخاب هاست که به قول معروف نتیجه زندگی ما رو در نهایت میسازه که ما به سمت موفقیت میریم یا به سمت شکست میریم. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشید. اگر کامنتی، سوالی، مسئله‌ای داری زیر این ویدیو بنویسید. تلگرام من زیر این ویدیو موجوده، تلگرام و اینستاگرام من. سوالی دارید میتونید به تلگرام من پیام بدید و خوشحال میشم بتونم به جامعه ایرانی و فارسی زبان کمکی کرده باشم. قربون همه شما، روز خوش و خدا نگهدار.